کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی خبر داد که هفته آینده در کشور آب و هوای نامساعد پیش بینی کرده می شود. از جمله انتظار می رود که روزهای 18 20 اپریل سال 2022 در یک قطار از ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های ختلان و سوخت سرعت باد تا 15-20 متر در یک ثانیه افزوده، روزهای 18-19 اپریل در حدود ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز چنگ باد خواهد وزید. روزهای 19-20 اپریل هواشناسان در ناحیه‌های تابع مرکز، قسمت کودامن ولایت ختلان، ناحیه‌های کوهستان ولایت سوخت و ناحیه‌های قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران و رعد و برق پیش بینی می شود و تغییر آب و هوا احتمال فرآمدن ترمه و سنگریزی و سیل و آبخیزی را بالا می برد. در این رابطه کمیته حالتهای فوق‌العاده از اهالی خواسته است که در این روزهای آب و هوای نامساعد از سفر توسط عقبه‌ها و راه‌های کوهستان، رفتن به کوه‌ها و جمع‌آوری گیاه‌ها و هیزم، ماهیگیری و شکار حدالامکان خودداری کنند. به اهالی توصیه داده می شود که در این روزها از چراندن چاروا در تل و تپه ها نیز خودداری ورزند. به خاطر پیشگیری از عاقبت‌های سیل و آبخیزی کمیته از ساکنان خواسته است که جوی آبرف‌های اطراف خانه خود را تازه کنند. به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه‌ها بخصوص در عقبه‌ها و راه‌های کوهستان، کمیته حالتهای فوق‌العاده با اصرار از رانندگان ماشین‌های 36 خواهش می‌کند که حرکت را در ساعت‌های شبانه محدود کنند. از رانندگان همچنین خواسته می‌شود که در این روزها قاعده‌های حرکت در راه بخصوص سرعت را قطعاً رعایت کنند.